ببین تقریبا ما جایی رو تو ایران نداریم که گنجیابا سوراخش نکرده باشن. یه نکته خیلی مهمیه که من خیلی سعی میکنم اینو تکرار بکنم برای آگاه سازی. ببین کسی که داره تبلیغ گنجیابی و دوره های گنجیابی و این کار رو میکنه اتفاقا آدم خیلی آگاهیه، چون به تجربه میدونه که همچین چیزی مثل پیدا کردن یک سوزن تو کاهدونه. خب منتها اون چیکار میکنه؟ اصلا درآمد اینا روی اون شیء که ما حالا بهش میگیم گنج نیست. درآمد اینا روی چند تا محور دیگه است. یکیش خرید و فروش نقشه گنج، نقشه های تقلبی که درست میکنن. دو، کارشناسی محل گنج، یعنی میان نگاه میکنن کوه و در و دیوار نگاه میکنن و یه سری اشکالی رو مثلا توش میبینن به زعم خودشون که ما میدونیم این اشکال وجود ندارن، نه همه طبیعی هن. و بعد میگه این نیمرخ این کوه یه عقابه که مثلا منقارش داره اشاره میکنه به پای اون درخت و شما اونجا رو مثلا 10 متر میکنید. این میشه کارشناسی و یه رقم هنگفتی هم بابت اون میگیره. سومی خرید و فروش و اجاره دادن دستگاه‌های گنجیاب یا فلزیابه. این دستگاه‌ها چند صد میلیون تا چند میلیارد قیمتشه. سفته شما میذارید، روزانه هم چند میلیون تومان اجارهش میکنین. اگرم بیان ازتون بگیرن که توقیف میشه و اینم یه درآمد خیلی عمده‌ای هستش برای کسایی که این کارو میکنن. عکسای گنج‌های فرضی رو توی اون قبلا دانلود میکنن و به شما نشون میدن که مثلا این دستگاه داره نشون میده در عمق فلان یه همچین مجسمه‌ای وجود داره. هیچ دستگاهی وجود نداره که همچین شکلی رو بتونه تجسم کنه. پیشرفته ترین دستگاه‌های ژئورادار به شما فرو رفتگی و برآمدگی های رسوبات خاک رو نشون میدن که به درد کار ما باستانشناسا میخوره، نه اینکه به شما یک شکل یک کوزه‌ای که توش پر سکه است رو بدن. اینا همه توهمه. پس این 3 تا. چهارمی هم میاد روی این میگرده که دوره بذاریم، دوره ها و ورکشاپ هایی که مثلا برای این کار هستش. خب یه آدمی که یه مقداری عقل داشته باشه ممکن این سوال براش پیش بیاد که خب تو که نقشه گنج داری و داری میفروشیش، خود چرا نمیری خودت درش بیاری؟ چرا به من میفروشی؟ پاسخ اینجاست که اون شخص میگه موکلانی وجود دارن که به من اجازه نمیدن که این کار رو بکنم، یعنی میره به سمت خرافه. یا شخص میاد پول نقشه رو میده، پول کارشناسی رو میده، پول دستگاه رو میده، میره شبانه با 1001 ریسک و خطر و اینا حفاری میکنه، حالا به سبک خودش، و در خلال اون حفاری تمام اون اطلاعاتی که ما باستانشناسا قرار بود به دست بیاریم و ازش چیزی بفهمیم هم نابود میکنه و میاد به اون شخصی که این پولو بهش داده میگه که آقا من رفتم و هیچی نبود. بازم میگه موکل